سلام میکنم به بکس یوتیوب، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا امروز اومدیم به دخترامون که دارن توی یوتیوب فعالیت میکنن بهشون نمره بدیم. حالا نمرمون قرار نیست چیز باشه، چی میگن، منظور با اخلاق اینا کار نه، فقط به ظاهر یعنی به قیافشون و به کلا زیباییشون نمره بدیم و اینا. فقط آقا قصد توهینی من ندارم، واقعا من نمیخوام توهین کنم. همه دخترمون خوشگلن، همه دخترمون زیبان، و اینکه این دخترایی هم که اینجا الان انتخاب شده من انتخاب نکردم، امیررضا انتخاب کرده. گفتم انتخاب کن برا من، بفرست عکساشونو، من توی ویدیو استفاده کنم ازشون. و بیشترشون هیچ، اون خودش که اصلا نمیشناسه، اون از من بدتر، من خودم هم که بیشترشون رو نمیشناسم. حالا نمیدونم چیه باز فرستاده. نگاه میکنیم و نمره میدیم و واقعا نمیخوام توهین کنم، واقعا قصد توهینی ندارم. همشون خوشگلن، سلیقه دیگه، یکی سبز دوست داره، یکی زرد دوست داره، یکی سرخابی دوست داره. خفه شدم. خب تا این ویدیو نره بالا بریم سراغ عکس‌ها. نفر اول تاکسی گرلو دبلیو، کوثر عزیزی، اینو میشناسم، دیدم، یعنی قبلا اپکس بازی میکرد و اینا، من میدیدم اپکس رو، چون یه زمان دوست داشتم بازی کنم و اصلا نتونستم بازی کنم، یعنی برام خیلی عجیب میومد. ولی اینا، این دختر قراره بهش نمره بدیم، اونم از 10. خب چه نمره بدیم؟ لباسش رو دوست دارم. ببین لباس ساده خیلی خوبه، ساده شیک زیبا، لباسش خیلی خوبه، اندامش هم که خوبه، ماشاءالله ماشاءالله شوبا. و اینکه بهش میدیم از 10 7 میدم بهش. آره بهش از 10 6 و نیم میدم. بهش از 10 6 و نیم میدم. نفر بعدی، اینو نمیشناسم، وایستا اسم این چی بود؟ وایستا دیگه من نگاهی بندازم. اسمش از روژین خانوم. روژین خانوم چقدر خوشگله، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، چقدر چشمش واقعا زیباست، خیلی خوشگله، زیبا، واقعا چشمش خوشگله. دلت نخواد. موهاش هم خوشگله، قشنگ، از اوناست که من میپسندم. چه ابرو مسکی و واقعا خوشگله. لباش چقدر خوشگله. این عملی داره بچه، من توی تشخیص عمل، یعنی بفهمم این دختر الان عمل کرده و این دختر عمل نکرده، صفرم. یعنی یه دختر، من میگم، من خودم همیشه میگم دختری که عمل نکردن و اینجور چیزا رو میپسندم. بعد آخرم که مثلا میریم بیرون و من میگم اون چقدر خوشگله، اون دختره، میگه عمله. ولی الان نمیدونم این عمل داره یا نه، ولی هم این موجودی که الان روبروی من هست واقعا خوشگله. نگاه کن، نگاه کن، ماشاءالله ماشاءالله، خدا ببین چیا میفارانی. میآفرینی واقعا. بهشون میدم از 10. خیلی خوشگله، خیلی خیلی. بهش میدم از 10 9. باید دیگه به این 9 داد، یعنی به این 9 نده دیگه، میخوای به کی 9 بدی؟ امیدوارم نمره کامل رو میگیرم. میا وای میا. بچه ها میا رو من اینقدر دوست دارم، میا کوروش جفتشون. یعنی من اولین اصلا یوتیوب نداشتم، اینا رو نگاه میکردم توی چیز اینترنت و اینا، بعد اومدم یوتیوب، اینا تمام ویدیوهاشون رو نگاه کردم، یعنی زیرو بم ویدیوهاشون رو درآوردم. اینقدر این دوتا بچه رو من دوست دارم واقعا. اخلاق جفتشون، کوروش و میا، خیلی خوبه. مثلا باید دخترای مثل میا توی این زمین زیاد باشه، مهربون، ساده، صاف و ساده، رو خانوم، قشنگ رسما خانوم، مثلا از اون دختری نیست که خودشو بگیره و اینجور چیزا، واقعا خیلی دختر خوبیه. ولی اخلاق ما کاری نداریم، اومدیم اینجا ظاهر و پارت بازی هم نداریم. میا خانوم الان باید نمره رو بهش بدیم بدون رو درواسی. و خوشگله واقعا، دختر خوشگلی هم هست. دماغش بده، نه دماغش بده. نه وایس ببینم، موهاش خوشگله. این موی که الان من دارم میبینم، البته من زیاد رنگای چیزا دوست ندارم. مثلا یو میبینی موهاشو کامل قرمز میکنه دختر، کامل بنفش، کامل آبی، اینو اصلا اینجور چیزی دوست ندارم. ولی باز این خوشگله. من به خانم میا پلیز میدم نمره
8. 7.5. نه 7.5 زشته. بی تربیت. 7.5 زشته. 8 میدم آقا، واقعا 8 رو باید بهش دختر خوشگلیه. بعدی نفر بعدی اون هستن این دختر که طبق معمول اسمشو نمیدونم من ولی دختر زیبایی هست. واسه اسمش ببینم چیه. اسمشون هستن بانو دریا. فکر کنم دیدم چیز بازی میکرد، اینم فکر کنم یه بار استریمشو دیدم، جی تی ای بازی میکرد، رول پلی. خیلی آره فکر کنم همونه، حالا شاید اشتباه هم میکنم ولی فکر کنم همونه. دریا و خوشگله، زیبا. امیدوارم درست بگم، فکر کنم دماغش عمله، امیدوارم درست بگم، ولی آقا پول داره میده دماغش رو عمل میکنه. خوشگله. الان ما چیکار کنیم؟ خوشگله. قرار نیست اینجا بگیم این عمله اون عمله، اینا خوشگله. خوشگله، از اندام مناسبی هم، یعنی بابا زشت شد، منظورم اینه که خوشگل اندامش هم خوبه، یعنی ببو گلابی نیست اندامش خوب. بابا بدتر شده. وای آقا اصلا اون چیزی که من گفتم فراموش کن. آقا من به این خانم میدم، سریع از این رد شیم، من به این خانم میدم از 10 8.5. بله میدیم 8.5. آقا این دختره رو دیدم، این دختره رو توی اینستاگرام دیدم، این سفیده رو که این سفیده هم دیدم، ولی ما با سفیده کاری نداریم، با این مومشکی کار داریم. مومشکی، آره دیگه درست گفتم، یه مومشکی و تیپ مشکی. با این دختر تیپ مشکی کار داریم. اسمش چی بود خدایا؟ دیانا بود فکر کنم. آره دیگه دیاناست. تو فامیل ما هم دختر هست. دیانا بریم کافی شاپ دیانا، اینجور چیزایی میگه اونه. دیانا خوشگله، واقعا خوشگله، ولی خودشو گرفته. حس میکنم خودشو، یعنی داره تلاششو میکنه برای این عکس، همچین حسی داره به من میده. ولی دختر خوشگلی هرچیه دیگه دماغش عمله، یعنی هر چقدر من کودن احمق باشم میفهمم که دماغ این خانم دیانا عمله. آقا واقعا دیگه میفهمم دماغش عمله و خوشگله، دختر خوشگلی هم هست. من بهشون میدم، به این دختر میدم، ولی ابروش ابروش وای خدا نمیدونم که اینجوره، ولی ابروش مثلا این تور اینطوری ها، مثلا چی میگن از اینجوری است. من ابرو دوست دارم که خوب باشه، این تور اینجوری دوست ندارم. ولی من به این بانو میدم 8.75. نفر بعدی بانوی چشم ابرو مشکی و زیبا و اسمشو مثل میشه من نمیدونم اصلا، خدایا چرا اسم اینا رو من نمیدونم. آقا اسمش فکر کنم نیکی سمی هست، بانو نیکی سمی. دختر خوبیه، خوشگلیه، فکر کنم عمل نداره. حالا میام میگم بابا عمل داره، بابا من نمیدونم، من میبینم عمل نداره. دختر خوبیه و اینکه آقا ما به این دختر میدیم، ولی من اینو پسندم نیست. آقا توهین نمی کنم، واقعا توهین نمی کنم. آقا پسند من نیست دیگه. شاید اون امیررضا اینجا کنارم بود و میگفت عجب ملکه‌ای. آقا خب پسند من نیست دیگه. من به این بانو میدم 6. نمره 6 میدم به این بانو. بریم نفر بعدی خانم نیکا فلاحی. ببینید اصلا من نسبت به این دختر حس خوبی ندارم، نمیدونم چرا، شاید اشتباه از اونه، شاید دختر خوب، یعنی پیگیرش هم نیستم، مثلا توی اینستاگرام میبینم و حس خوبی خودمون از این دختر نمیگیرم. حالا شاید هم دختر خوبیه، من اشکال از من که حس خوبی از این بانو نمیگیرم، ولی خب حالا ول کن، چیکار داری تو؟ داره به قیافه نمره میگه، به قیافه ایشون اینجوری نبود فکر کنم.
خیلی عکس بدی رو داریم ما الان از این خانوم. این شکلی نیست، ولی خب ما مجبوریم به این نمره بدیم دیگه. اصلا اون دماغش عمله اینجا دماغ بدبخت یه جوری افتاده انگار با گوشکوب له کردی. ولی خب وایسا بهشون نمره میدیم. گفتم دیگه از دختری که موهاشون اینطوری اینجوری میکنن فانتزی خیلی خوشم نمیاد. من به این بانو میدم 4. آره من به این بانو میدم 4 باید بریم نفر بعدی. بانو مدگل، اینو میشناسم، یعنی خیلی خوب میشناسم دیگه. خب یعنی میبینم کیوت باشه. ترسیدم همین که این بانو میاد آنسا ویدیوهای ترسناکی که میذاره و الانم صدا اومد همین که عکسش اومد. خب دختر خوشگلیه چشای شهلایی داره، خیلی صورتش ما به این بانو، به این مدگل آتوساس فکر کنم اسمش، چه نام نمیده. ببین آره نباید ابروهاش اینجور پر باشه، همونی که گفتم تو اون دختر دیاناه نباید باشه، ولی چشماش خوشگله. حالا از چه آرایشی استفاده کرد و جستش هم خیلی خوبه دیده کرده رو هستم. این جستو من هستم. عملم نداره آقا، نداره دیگه، به خود این دیگه عمل نداره آقا، عمل نداره. این دختر من بهش من دختر که موهاشم کوتاه کنم نمیپسندم، ولی این برای به این میاد. یعنی دختر مو بلند من خیلی دوست دارم، ولی به این دختر مو کوتاه هم میاد. توی این عکس هم که چشم رو مشکی ما به این بانو میدیم خوشگل 9. من به این بانو میدم 9. بریم سراغ بعدی. ربکا گادری، خانم ربکا گادری که بله میشناسمش، دو تا ویدیو ازش کنم توی یوتیوب دیدم. آره دختر شر و شیطون و بامزه‌ایه، میشناسمش. و اینکه چش ابرو مشکیه. این ببین هر دختری که چش ابرو مشکی باشه همین اول هیچ جلوه از نظر من. این دختر چش ابرو مشکی خوشگله، زیباست. مطمئنم عمل داره، اینو مطمئنم ولی نمیتونم پیدا کنم، ولی مطمئنم عمل داره این دختر. من به این بانو میدم از 10 بهش میدم. من ترکوندم دستم و چقدر دام بابا بذار این کوفتا اینجا دیگه. خب من به این بانو میدم از 10 چند بدم. من به این خانم میدم. رنگ پوستش هم چقدر خوبه، موهاشم که خوبه، اندازشم قابل قبوله. من به این دختر میدم از 10 نمره، از 10 میدم بهش نمره 8. 8 هم نه آقا، 8 کمه واقعا دیگه. از این خوشگل‌تر میتونی پیدا کنی. الان پاشو برو خیابون، تا میتونی همچین چیزی پیدا کنی توی خیابون؟ من نه، 8 زشته آقا، واقعا یارو زحمت کشیده. از 8 میدم بهش. از 8 نمیدی بهش، از 10 میدی بهش. از 10 میدم بهش نمره 8.75. 8.75 خوبه دیگه. بریم بعدی. چقدر موندیم؟ میریم بعدی. خانم صدف بیوتی، یک دختر چش ابرو مشکی، موهاش هم نمیدونیم چیه. الان میبینیم یا ببینیم پسرون است، انقدر زده موهاش از اینجاست، هیچ ما نمیبینیمش، ولی ما فکر کنم دو مسبی بسته. خانم صدف بیوتی. مگه صدف بیوتی من اسمشو شنیدم میگن چند باری، مگه یوتیوبره؟ نمیدونستم یوتیوبره، اصلا تو یوتیوب هیچ چیزی ازش ندیدم. حالا شاید یوتیوبره ما نمیدونیم. خانم صدف بیوتی چقدر بدنش خوبه، اصلا میبینید اصلا این کمر و شکمش چه چارشونه اومده کمر، چقدر واقعا بدنش خوبه. واقعا از دخترها خواهش میکنم، واقعا تقاضا دارم که بریم باشگاه برای دخترها خیلی خوبه. اصلا دختر که میره باشگاه بدنش این شکمش اینطوریه بدخط، اصلا خیلی خوبه. وای حالا
به قیافه و ظاهر من به این خانم میدم 6.5. این همه تعریف کردیم آقا قرار نیست که به بدن بدیم، قراره به قیافه بدیم. من به قیافه این خانم میدم 6.5. نه آقا 6.5 باید 7. آقا 7 میدیم. نه خوبه، خدای خوبه، 7 میدیم. باید از اون نیکای یه چند نمره بالاتر باشه دیگه. خیلی باید 7 میدیم من به این بانو. بعد خانم صدف بیوتی 7 میگیرم. بریم بعدی. هلیا، بانو هلیا. یک خانم میشناسم هلیا رو و موهاش فرفری. اینجا موهاش چرا اینطوره نمیدونم. و دخترها که به اینطور موهاش رو میبندن ها، اینجا یه دونه جدا میکنه، اینطوری میکنه، اصلا دوست ندارم. اصلا تایپ هم نیستن. ابراش مثلا دیگه یه ذره اینجاش هم پرپر نیست. ابراش تا ته پره. اصلا نه خیلی خوبه این، واقعا کیوته این دختر. نمیدونم این چه عکسی داده به من آخه. واه چرا اینطوری شد؟ آقا اب نداره دیگه. نه اصلا من به این بانو از 10 میدم. نمره به نیکا چند داده بودم؟ 4. چه گیری دادم به اون. آقا به اون 4 داده بودم. به ایشونم میدم. من به این بانو میدم 5. نمره 5 رو میدم به این بانو. ولی واقعا میدم حقش نیست. دارم با این عکس ببینم نمره میدم. مطمئنم حقش نیست. یعنی من عکسای دیگه هم دیدم خودم، اصلا خیلی خوب بود. این فکر کنم رفته بدترین عکس رو پیدا کرده گذاشته. نه بعدی. ولی 5. رکسانا یا ابوالفضل رکسانا چقدر خوشگله. رکسانا چقدر آروم باش. واقعا رکسانا خوشگله دیگه. همه چیز تمومه. دماغش خوبه. یعنی اگه این دماغو داره خانم رکسانا، این دماغ عمل نیست خب و خوبه، خوشگله. این دماغ خوبه. چشای شهلایی داره، خوبه. رنگ موش هم خوبه، فرم لبش هم خوبه، اندامش هم خوبه دیگه. این همه خوب. الان چه ایرادی میشه از قیافه این خانم گرفت؟ ابروش میخواسته پرپر بشه. ابروش ببینین، ابروش میخواسته پرپر بشه ولی نذاشته، چون میدونسته من قراره امروز به این پرپر گیر بدم. نذاشته. آفرین خانم رکسانا. من به این بانو میدم 10 از 10. واقعا خوشگله. خدای از اینا چند تا تولید کنم مثل این دختر. یکشم قسمت ما. نفر بعدی خانم خوتن هستن. خانم خوتن با جست من مامانم رو دوست دارم نبودم. جستش به من حس مامانم رو دوست دارم داده. چه ربطی داره اصلا؟ آقا ول کن. خب من به این دختر، اسمشون هم هستن خوتن. آخه این چه مدل مویه خدا وکیلی؟ واقعا چرا میره؟ آقا به من چه؟ الان شما فکر می‌کنید آقا من مریض پریز چیزی هستم، خود درگیری دارم، خیلی بچه. ولی آقا این چه مدل مویی دیگه؟ از اینجا آخه دیگه نه دیگه، نباید اینطوری باشه دیگه. قبول کنین که نباید اینطوری باشه. نه، هر چقدر من آن چشم رو مشکی باشه این نباید از اینجا باشه. از نظر من واقعا دوست ندارم. ولی لباسش خوبه. لباسش فکر کنم تیشرت بدساقه یا نمیدونم. هیچی هم نمیدونم راجع به دختره. یعنی در رابطه با دختره 0 افتضاح. ولی خب به این بانو من میدم. به نیکا چقدر داده؟ برو خدا یه داد یکی به دادما برسه یا صاحب ازدواج ظهور کن. آقا نه دیگه بس دیگه، ول کنیم اونو. من به این خانوم میدم از 10 3.75. واقعا نمیشه با این موها، نمیشه
برای خانم کاری کرد یه نهایت نمره بود که میشه داد. حالا پسنده من اینطوری، حالا شاید یکی بیاد بگه بابا این سلیقش ریده، این دختر به این خوشگلی فلان بهمان، موهاش کوتاه پیش می. آقا من نمیپسندم دیگه واقعا، اصلا ناراحت شدم. الان این میدونم موهاش بلند باشه چقدر خوشگل میشه. ولی آقا مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید، مرسی که همراهی کردین، واقعا ممنون میشم ازتون که کانال ما ساب کنید. این با موتور هی میاد اینجا قرر میره، یه دونه ماشین همین از کنارش مگس رد میشه، توزگیرش روشن میشه، این هر سری رد میشه الان اونم شروع میکنه. بابا داشتم میگفتم خوشحال میشم کانالم هم ساب کنید، حمایت کنید تا کانال رشد کنه، ویدیوهای جدید بذاریم، به ما دلگرمی بدین، دل سرد نشیم، حمایتمون کنید، لایک کنیم، ساب کنیم و اینکه لطفاً واقعا نمیرسن در این حده کامنت بذارین، حتما کامنت بذارین که سابتون نپره، چون بات شما رو شناسایی میکنه یوتیوب. همین دیگه آقا، تا ویدیو بعدی میبینم بهتون، خدافظی.